دخترم، میدانی تو چقدر مرا خوشبخت کردی. بابا جان. جان دختری عزیزم. به شما خوشبختی میخواهم عزیزم. خواسته هایتون عملی گردد. تشکر عزیزم. زهرا جان، به پیش خسرو خوشتومن دفتر کمی خدمتگاری کن. رو خدمتشان رو کن. خدمتشان رو؟ آقای اکرم یک طرف استید. زهرا تبریک میکنم. تشکر. لطفاً بابا جان با اجازه نیاش شما. دخترم. خوش آمدید اکای اونر. مهمانا در همین جوین؟ همین جوین؟ نخواد؟ بله. هله بخشش که دیر آمدم جان. از من خفه نشو. من میدونم که تو حتما از گناهی من میگذری. من اگر نمیبخشیدم تو رو به اینجا دعوت نمیکردم، اما تو باشی باز از پشت کلتا کلاست دویده ایستاده. برای تو کارت ضرور است یا اینکه اوینت اونال. هله لطفا بیا میرویم. زهرا تو رو در آنجا انتظار است. رفتیم. یگون چیز نگفت؟ نمیدونم، از خودش میپرسی. خوشبختی، شب بخیر. کمیسر اونال اینجا چی کار میکنه؟ خدا شکر. یزنا جان خوش آمدید. خوش باشی. یزنا جان مرا با بوجم شناس میکنی؟ ما از کی باز بوجه شده من؟ پلا زند. در حقیقت بسیار شاد شدم. بسیار. داماد در کجاست؟ در همین جا بود موکی حاضر آید. خوش آمده. اینقدر برق خاموش کنه که بسیار کدامش باشد. چی شد؟ چی گپ شد؟ چی شد؟ نمیبینی برق خاموش شد؟ عجایب سوا میدی. چی گپ شده باشه؟ چی گپ شد؟ سیمت مرد. این برق از کجا خاموش شد؟ یک بگار سیمت زنگ نمیزنه. شوکت اینجا بیا. رفتیم راه گردی. این بختیار کجا شد؟ یک رفته برق رو میگی. چی گپ شده باشه؟ عزیزم قوای برق خاموش شد. خدایا چی شده باشد؟ این برق از کجا خاموش شد؟ آقای خلیل دستت رو گیر. ای برادر تو چیکار میکنی؟ چیکار کرده ایستاده ایشو؟ خاموش. خدا جزایت را دهد دیوانه. کمیسر اونال در اینجاست. چی گفتی؟ کمیسر اونال در اینجاست. او چیکار میکنه؟ او باز بوجه هم بوده است. چی بوده است؟ بوجه هم بوجه چیست؟ ای شوکت شوهری دو اپا و خواهر رو بوجه میگویند. بوجه هم برآمد. دشمن هم بوجه هم برآمد. من این رو میدونم. اپای زورو همسر کمیسر اونال است. بله برادر عیناً همینطور است. ها من این رو فهمیدم. تو چی خیلی اوه شوکت بوجه میشود؟ آغوزت رو بلند نکن. اونال بوجه تو بر اومد؟ عیناً همین خیر. برادر جان خفه نشو، صغیره به تقدیر بوده ای. این هم تقدیری بد من. تو از وای میگریختی او باشد بوجه بر اومد. چیکار میکنی اکنون؟ نمیدونم برادر، یک بلا کرده زود از اینجا نشدن در کن. تمام. کجا میروی؟ رفتن در زیر درخت پنهان میشه. من از کجا میدونم؟ فهمو همین طور میکنیم. رو. ای خدا همینش به من نمیرسید.
بختیار لبای آقای اکرم. لبای را یک سو گذار. نمیبینی خوبای برق را خاموش کردن؟ حاضر دیدم برایم. زود باش، زودتر باش. ای آقای اکرم عجایب گپ میزنید. زیا کجا شد؟ همینجاست دخترم. 2 دقیقه به همدیگر نمیتوانیدن. خدا نگهتان دارد. زهرا داماد در کجاست؟ من هم حاضر این رو پرسیده بودم بابا جان. ممکن حاضر بیاید؟ یا خدا باز دامادمان با یگان چقوری نفتد. ای خدا نشون ندهد. کفت و کپ کردن در کار. داملا زیا زیا؟ زیاودین جان زیا؟ داماد زیا؟ کجا گوش شد؟ زیا؟ داملا زیا؟ کفت و کپ کنه همه کس داماد داملا زیا. برادر وضعیتمون خیلی بد است. ای پسرم تو بلای جانم شدی. رو گم شو از اینجا. نمیرم برادر بزور نرو. ببین کمیسر با تو بوجه شده است و پیشت آمده است. من تو را تنها گذاشته یگان جا نمیرم. رحمت شوکت نمیارزد. میارزم رحمتی کلام. فقط همه خیلی رحمت گوی. بسیار با من کمک رسانده ایستاده. نمیارزم. اوه شوکت. آروم باش. من همراه هستم. نترس. خوی برق اومد. او خوی برق اومد. با تو چی شوکت ها؟ چی؟ از قوه برق اومدن با تو چی فایده است ها؟ یا توبه. داماد خدایا توبه. داماد آقای اکرم برق خاموش کنک پرتافته است. برق خاموش کنک پرتافته است. بله. من به تو نگفته بودم که آن را عوض کن. نگفته بودم. گفته بدید آقای اکرم. باز میگویم. اطاعت جناب. داماد در کجایید شما؟ کجا شده؟ داملا کجا گم شدی آخیر؟ در کجایی تو؟ زیا در کجایی تو؟ این کارو بودین شرمندگی. زهرا جان با فکرم خوبش به درون درایم. الکی خنک شد. پدرم بسیار خشمگین شدم. امک جان شما درایید ما حاضر میاییم. داماد پدر جان با اجازتتون به درون درایم ها؟ رویم. سلین شما به درون می در اومدید؟ سلین اینجا بیا. زورا جون آروم باش. آروم. در یکان جون نه سلین آخر به کجا رفته باشد نمیدونم. دیوانه میشم. با تایی زمین ندر اومده تو در رو همین پیدا جاست. کن. در کجاست سلین؟ در کجاست نمیدونم. دیوانه میشم. آروم شو آدم رو دیوانه نکن. تو دانی و خدا مهمان ها رو میترسونی. اگر نهایت چی من شرمنده میشم. تمام چی کار میکنم؟ وزیر از یکان جو پیدا میشود. زیا دامولا زیا تمام زور و بس کن. وزیر دیوانه میشود. زیا دیدی آروم شو جانم. آروم شو مایلش آخر به یگان جو نگریخته است. وزیر از یگان جو پیدا میشود. خودت میبینی. نمیآید. تمام عزیزم بس است. بیا به درون میدرویم. زیا آرام شو زورو جون. بس از زورو آرام باش. وزیر پیدا می شود. بس چی شد؟ او نه سردارم بسیار تاریک است. بهوده میکوبیم. چکل نیست. باز یک بار دیگر نگاه کن. سردارم آخر انصاف کنه. چند ساعت شد ما جستجو داریم. چند بار گفتم که با گفته های من جواب نگردانید ها؟ در کار شود تا مردنتان تمام بحر را میکابید. ای یک بار فکر کن داماد گریخته است. عجبو. ای داماد گریخته است؟ مگر از این خیل اویله بای میگریزند؟ توبه کنید خانم تولی. داملوزیو به مال ملک شما کار ندارد. او بسیار پول را به بیچاره ها خیر کرد و چشمش هم نپرید. بسیار خوب به چشمی همه پرده پوشانده است گوی. حلالش باد به خدا. سردارم او بر اومد. او را یافتید؟ در یگان جا نیست. چکل نیست حیوان. چکل نیست.
تا کل کلش رو نیابید عذاب نبرای در را آبنا. بیهوده خودتان را زحمت داده ایستاده. با آوازی تیر ماهی ها می گریزن. با تو چی فرق دارد برادر؟ با کجایی که خواهم می پرانم. این سلاح هم اجازت نامه دارد. یگان گپ داری؟ بگیر این را. برادر دوم یخ کرد تا پگو داریم بین علفا میستیم. نمیدونم شوکت. یگان روحی حلش رو یفتن در کار. بلا زند. الو؟ این پلیس؟ زود آید اینجا کشتار رخ داده است. لابای الو کی؟ کشتار؟ چی؟ حاضر می اویم. اونال؟ چی شد؟ و کجا؟ عزیزم رفتنم در کار. عزیزم حیاتم در تپه‌ای که کیلاس خودش رو پرداخته بود جسد پیدا کردم. رفتنم حتمی. چرا مرا فهمیدن نمیخواهی؟ این ابله رفتنی نیست به فکرم. نمی رود از اینجا. برادرم ناامید نشو. کمتر پس می رود. کمتر صبر کن. رفتنی می بود که ایخور رفته بود شوکت. نمی رود لعنتی نمی رود. حالا می بینی برادرم. اونال لبای زنک جان. مایلش زنک جان. مایلش تو را من می اویم. این کار این خیل نمی شود. رفتیم. در کجای زیو؟ پس کن. چرا چی کردی زیو؟ آخر تو این خیل نبودی کو؟ در کجایی تو؟ زیو؟ در کجایی تو؟ در کجایی تو زیو؟ بیا برادر رفتیم. آقای اکرم لبای ببخشید آقا مرا. تمام جا را گفتم اما متاسفانه نه داملازیا و نه مهمانش را نیافتم. چه نیافتی؟ نیافتم. میابی
هر یک کنج را کافته او را میابی. زود باش رو. خوب شده جناب. مادر این هم نقشه توست مگر؟ کنی بگوی. در اصل من این معجزه رو یعنی گم شدن دومولو رو از اویلمون بسیار میخواستم، اما من فکر هم نمی کردم که دعایم اینقدر زود قبول می شود. مادر اگر این نقشه شما باشد من شما رو اصلا نمی بخشم. اصلا. ملیس سفسطه نگوی. من 42 مردی بزرگ رو نابود می کردم. از دست شما همه چیز می آید. غم خورده. دومولو اینقدر ثروت رو گذاشته به یگان جا نمی رود. دومولو یک نغمه خر آدمی که نمیشوه. دومود مگر همینقدر قوت کرد؟ کمی بعد پیدا می شود. زورو رو به آسانی از دست نمی دهد. عاشقی کار آسان نیست. میبینیم. دخترها زودتر اینها را به درون درارید. آقای خلیل من در هیجان ماندم. با خیالم فکرهای ناخوب آمده ایستاده است. فکری بد نکن برو. بار دیگر زنگ زنم. جواب ده تیستر. تو در کجایی زیو؟ در کجایی؟ خدایا با من کمک کن. در کجایی یهودا؟ در کجا؟ برادر بیا رفتیم. در کجایی؟ در کجایی؟ زیا! چیکار کنم شوکت؟ چیکار میکنی؟ من با زهرو این طرف رفتار کردن نمیتوانم. او را پرتافته نمیروم. زیا برادر کمیسر اونا را چیکار میکنی؟ نمیدانم برادر. یگان راهش رو حتما یافتن در کار. بی اخلاقا گپ نزن. سرمان را در بلا نگذار. نه برادرم این خیلی نمی شود. اما من در اینجا زهرو را تنها نمی گذارم. تلفنش جواب نداد. نبرداشت. من به بابایم همش رو میگویم. خب کن میشنوند زهرا. با دومولازی و خونه دار شویمون سوخته بود. برای همین او گریخت. همین خیلی میگویم. زهرا جان کمتر صبر کن. حالا میبینی دومولا میآید. اگر خواهی به حجرت رفته استراحت کن. تو بکی من او رو انتظار میشوم سیلین. تو بکی. غم نخورید آقای خلیل. دومولازیا کجای باشد میگوید. سردارم کفتن جسد به نتیجه برآمد. این نتیجه برآمد؟ سردارم از دست آبازهای کنعانی دیوانه در بر هیچ چیز نموند. چه خیلی آبازه بچه. هر قدری که گفتن تا حال او را نیافتن محترم کمیسر. همیشه در کارهای من دخالت داری برادرم. در اینجا چیکار میکنی؟
محترم کمیسر، مرگ کلتا کلاس رو دیدن برای من حتمی است. لطفاً مرده یا زنده بودن همشهریم را بار آخر فهمیدن حق دارم. مرد. او مرد. فهمیدی؟ حقت رو گرفتی. تمام از اینجا روید. سردارم ما تا مردهشو نیابیم او را مرده گفته نمیتونیم. به یگان دلیل به ما آدم های بالا باور نمیکنه. احمق، تو هم دانا شدی. باز تو احمق به من عقل یاد میدی. سردارم استغفرالله. بچه، برای این کار من حیاتم را بخشیدم. برای پلیس شدن حیاتم را فدا کردم. شما اینجا چی کار میکنید؟ دف شوید. اینطور نگوید کمیسر، حالم را ببینید. وای آدم مرا معیوب کرد. تا جسدی او را نبینم با هیچ کجا نمیروم. کافت و کابی مرده کاری شما نه، کاری پلیس است. دف شوید از اینجا، وگرنه باشد. بگذار کمیسر گفته شما شود. میرویم. کلی بچه ها همه کس از آب برای تستر زودتر همه کس برای تو چی کار میکنی در اینجا؟ تو باید در مرکز باشی. تز رو. میلش سردارم، بدتر هم رو میروید. کلی زود باشد، همه کس از آب برایت. زود باشد برایت. دمت را گیر. خب چور چشمه ای احمق، سرم رو ویران کردی. برایت. جیم شین. زهرا بابایت می آید. ای به خدا بسیار به قهر می آید. زهرا دخترم، در بینتان یگان واقع ناخوش رخ داد مگر؟ نه بابا جانم. زهرا، اگر این را از من پنهان داشته باشی نه بابا جان. نه. چی خیل؟ نگو. در اصل بابا جان گلویا میخورد. بله گوش دارم. جنگ کردید ها؟ بله جنگ کردند. من میدانستم این را. جنگ نه بابا جان، دیگر چیز. چی خیل دیگر چیز؟ این خیر؟ بسیار یک مشکلی بزرگ است. چی؟ زیو قهرمان. عجب جفتی عجیب. زیا جان عزیزم. اپا جان میبخشید، در خونه نان هسته؟ البته هست. کمتر نان میوردید، گرسنه مونده. نونی خوری یا که در برودایش روغن بود؟ نه همه خیل بیار، من نانی قاق میخورم. مایلش با تو هم قهر دارم. آنها جنگ کردند و تو به من نگفتی. اگر به من میگفتی من به آنها توصیه میدادم. شما راست میگوید بابا جان، شما حقید. از خاطرم بر اومده است. در خاطرت زمان همین خیل شده است. همه فراموش خاطر شدن. این دفعه میبخشمت.
داماد نخواد آدم در شب نیکاش گم شود. تمام چخوره ها را کافتیم، همه را در حیرت گذاشتید. جناب شما در حقیقت رفت میگویید؟ مرحمت. این سمبوسا آوردی کو رحمت اپا. یک کار مهم بود. اگر نمی رفتم او مردنش ممکن بود. یعنی یک شناسی نزدیکم در محله پیشتر کار میکردگیم در بالایش تخته افتیده بوده است. او با من زنگ زد، من رفته با او یاری دادم. و چرا با تو زنگ زد؟ یعنی باید با دکتر زنگ میزد؟ چرا تو رو تشویش داد؟ در حقیقت من هم با او گفتم که دکتر رو جغ میزدی، من با تو چی یاری رسانده میتونم؟ بسیار بیماری سخت شده است. یعنی من این رو فهمیدم، در حال دویده با نزدش رفتم. خدا از شما راضی باشد نامولا. خدا به هیچ کس این حال را نشان ندهد. در حقیقت بسیار حادثه ناخوش بوده است. میدونیم ما هم با زهرا در اینجا حادثه ناخوش رو پس سر کردیم. تو رو خوب میفهمیم. کاش رو با خودت می آوردی بسیار خوب میشد. کی رو؟ لبای؟ شناست رو که با کمکش رفته بودی، همان رو. او حالش خیلی بد بود و من با او تنها، یعنی همراهش تنها با تلفن صحبت کردم و او با من گفت که حالم خیلی بد است. گفت با من پیش از مرگم صحبت کن. خونش دور بود. مرا گفت که با خونم نیا زیرا که با تو دور می شود. همین طریق تلفن جنازه او را خواندم. او مرد؟ کی؟ نه، من جنازهش رو نخوندم و او امر معروف کردم و او از خودکشی دست کشید. اما آقای اکرم بعد امر معروفی من او گفت که من مردن نمیخواهم. داملا زیا، من مردن نمیخواهم. او را چلیاسین کردم و در حال شفا یافت. دامادی شیرم، تو آدم را از مرگ نجات دادی. بله. این 2 ساعت انتظار بودنی ما هیچ گپی ندارد. سلامت باشد آقا، برای انتظاریتان می ندارم. زهرا جان، برای اینقدر انتظار شدنت از تو عذر میپرسم، ببخش مرا. هیچ گپ نداره زیا جان، تو که حیات انسان رو نجات دادی. من نگفته بودم که او حتما می آید. بار دیگر از همتان عذر میپرسم. کیلاس کم بود که کنعان به سرمان بلا شد. کیلاس همه رو به خودش دشمن کرده است. سردارم 5335 مرکز 5335 مرکز 5335 گوش دارم. در تپه شاهین در ساحل بحر جسد مردی افته شد و اون جسد رو به مردخانه فرستادیم. ما رو فهمیدید؟ خبر رو چخیر فهمیدید؟ فهمیدیم 5335 مرکز. حالا باشه به مردخانه روانه میشویم. کاتا کیلاس، عاقبت به دستم افتادی. لوین زود به ماشین سوار شو. میلش سردارم. مهمانان محترم، مرحمت شینید، مراسم را دوام بدیم. از رفتنت بسیار ترسیدم. این مسئله رو پوشیدیم زهرا خانم. از کجا دانم؟ این خانه در شوی ساخته ما تو بقیه دوام میکرده باشد. نمیدونم. من به تو وعده داده بودم که این بازی رو تا آخر میبرم. اگر تو در جای من میشدی تو هم همین کار رو میکردی. همینطور نه؟ من در جای شما میشدم. عشقم، من در نبودنت تو رو چقدر یاد کردم. اوه جانکی من. یا عزیزم. بسیار خرسند می نمایی. بله مادر جان. عقلت رو گم کردی، عقلت رو میلیس. بگذار که گفته شما باشد مادر جان. شوهرتون کمیسر پلیس است؟ بله کمیسر است. این شب می آمده باشه؟ ها، کمتر پیش همینجا بود، اما با تلفنش زنگ زدن و برای کدام کاری عاجلی بر اومده رفت.
و همیشه عاجل به اینجا می آید، عاجلا به او زنگ میزنن و او عاجلا می رود. همه کارش عاجلی است. اما بابا جان التماس میکنم یا نادرست میگویم؟ ببخشید کمتر مانده شدم، رفته استراحت کنم. شب خوش. بابا جون چی کار کرده؟ چی دروغ گفتم؟ از برای کلتکیلسی اخمق شده زندگی آنها آخر ویران می شود. آش شود. خوب استه؟ یزدم تا حال کلاس رو میکوبد. داماد شما کارش رو دست میدارد، شما باید فخر کنید. بله بسیار فخر میکنم مشتور. بابا جان کارش را دست میدارد اما به اپام تماما دقت نمیدهد. از کارش دیده باید همسرش را دوست دارد، برای همین اپام غمگین است. فهمو کشو به او چی شده است؟ شناخته نمی شود. در اتوبوس بارش کنید. تمام کردی؟ بله سردارم. امشب بهترین شب حیات من است. از همه قیمتترین گوهرم دخترم زهرا به شوهر می براید. بی تشویشم. کاش که رحمتی پدر و مادرش در این روز خوشبختیش همراه زهرا می بودند. قسمت همین بوده است. من همچون بابایتان همیشه کوشش میکردم تا که شما نبودن پدر و مادرتان را حس نکنید، اما چه که نباشد والدین دیگرند. دامولازیا نیز بی والدین کلان شده است، او هم مزه والدین را نچشیده است. برای همین زهرا را دامولا از من دیده خوبتر میفهمد. اکنون ما باز عائله کلانتر شدیم. دامولازیا به عائله مان خوش آمدی. تشکر. ای از حد گذراند. خدا قوش پیرتان کند. خوشبخت باشید انشاءالله. خدا خوشبخت شود. آمین آمین. بر شما بخت میخواهم زهرا جون. میتوانم شما رو یزنه گویم؟ البته. مبارک شود یزنه جون. رحمت. خدا خوشبختی را نصیبتان کند. رحمت. الو. تکلیفت رو بار دیگر فکر کردم. من راضی هستم، لیکن زودتر کردن در کار. عالی جناب. امیدوارم موفق میشوی. 100%. من نقشش رو میکشم، شما تشویش نکشید. مایلش. زهرا جان، تو رو خوشبخت دیدن برای من هم خوشبختی است. نمیدونم من هم شوهر کنم. با من یگون مسئله
ببخشید خانم، شما زهره را ندیدید؟ کمی پیش با بیرون بر اومده بودن. تشکر. باشد. سلین توی سخته است کو. همه این کارهای کردم برای خورسندی بابایم. یعنی خورسندی تو رو دیده باورم نمیاد که همش سخته است. سلین من نسبت به دنبالازی شبه پیدا کرده ایستادم. چه خیل؟ یعنی تو فکر میکنی که او به تو عاشق شده است؟ با گمانم تو خطا میکنی. من فکر میکنم که آقای زیاد دامولو است. او به تو عاشق شده نمیتواند. این کار غیر امکان است. بله عزیزم، من هم همین طور فکر دارم. دامولازیو از دیگر دامولوها به کلان فرق میکند. همین طور نیست مگر؟ یعنی چه خیل؟ پیانینو می نوازد، در طرف خانه مانند جنتلمن ها حاضر می شود و در آنجا مانند رقاص های پروفسیونالی می رقصد، لیکن به لباس پوشیده کار نمی گیرد. او چه خیلی دامولوست؟ زورو جان، من هیچ نمیفهمم که تو چی میگویی. یعنی او دامادی سخت است کو؟ ممکن دامولوی سخته باشد. سفسته نگوی زورو، چه خیلی دامولوی سخته؟ دیوانه شده ای مگر؟ راست میگویی، سفسته گفته سودم. میدونم، به او شبه دارم، گفتم میخواستم. چی فکر داری؟ بسیار عیب است زورو. وای آدم برای تو شده خودش رو فیدو کرده ایستاده است. تو باشی غیبت میکنی. اگر او این سخنهای تو رو شنود، برایت نگاه کردن یک طرف، هیچ وقت قدمش رو به اینجا نمیگذارد. من اونقدر گپی نگفتم که تو اینقدر واهمه کنی. برای تو شده آبرویش رو فکر نکرده هر چیزی که از دستش میآید کرد. برای خانه دار شویت با دامولو قریب همه خیش و تبارت مقابل بودن. میلیس، تولین گفته هایشان رو فراموش کردی. اما چی شد؟ یعنی از پشت به دامولو خانه دار شویتان خواستن تو رو پس زنن، ولی کارشون برار نگیرید. دامولازیو مخصوص برای شرمندن شدن آنها با تو رقص کرد. تو باشی دامولای ساخته گفته او رو پس میزنی. قندت رو زن سلین. من تو رو نفهمیدم. من به این هم میدونم. من چقدر به زیاد تشکر گویم این کم است. زورو جون، میدونی که او دامولو است، پس باید رفتارت، طرز لباس پوشیت مثل همسری دامولو باشد. البته دامولازیو ممکن است یگان گپی سخت گوید یا اینکه یگان نصیحت کند. این کار شدنش ممکن است، اما او دامولو است. اما تو رو میفهمونم نمیفهمی. گویا ما توی حقیقی داشته باشیم. توبه. او چی گوید؟ این رو پوش، اون رو نپوش، این رو بکن، اون رو نکن. همین دور از پوشیدنی من اون ناراحت نیست. ناراحت می بود میگفت که این رو نپوش. و انتظار است که این کارو تو خودت میکنی. و ممکن شرم دارد. نمیدونم، ممکن دلت رو شکستن نمیخواهد. راست میگوید. زورو جون، تو هم کمتر فکر دامولو رو بکن. یعنی او برای آبروی تو رو در پیش آدم‌ها نریزاندن خودش رو فیدو کرده است. پس تو هم کوشش کن که تو اینکه آبروی او رو هم برداری. درست میگویی سلین. آنا به فکرت بسیار کشوده است؟ برای من گویی فرقی ندارد، اما برای دامولو بسیار کشوده است. به فکرم ببین. مگر کوتاه است؟ بسیار کشوده؟ کشوده؟ برای من نه، برای دامولو. ساز است کو؟ تمام، گفته‌تان قبول شد. چی که نباشی با تو میزه بود. اکنون زورو جون، من به خونه‌مون میرم. چند روز میشد که در این جایم. مایلش عزیزم، خودت رو احتیاط کن. خودت رو نگاه کن. شب بخیر. تشکر میگم بار دیگر. هیچ گپ نه عزیزم. آیسته های کن. کوتاه است مگر؟ کوتاه است یا دراز؟ کوتاه است. ای این دختر به همه چیز کار میگیرد. خانم زهرا، دامولازیو، من سلی را گسل کردم. این دختر آخر به خونهش رفت.
توی گفته پریشان حال شده ای. در اصل من میخواستم درباره یک موضوع با شما صحبت کنم زهره گوش دارم خانم. مرحمت. و تو معلوم است که در محله من یک دامولوی با احترامم. از تو خواهش دارم، یعنی تو حال با شما نگفته بودم که دل شکسته نشوید، یعنی کمتر به خودتون دقت میدادید. بله بله دقت میدهم، به خودم دقت میدهم، به چیزم دقت دهم. تو میدونی که من در اینجا دامولا هستم و من از برای تمام جماعت جوابگو هستم. مقصد این که لباس پوشی و شیشتن و خیستنت رو با آداب نکن، چون که لباس های تنگ و کوتاه رو دیگر نپوشی که اعتقاد مردم از دامولا بودن من میگردد و ساخته بودن تویمون رو نیز نمیخوام که کسی ببخشید، من بفهمد. آید این فکر نکرده بودم و از این پس به لباس هایم دقت جدی میدهم. تشکر زیاد، گردن شیطان رو شکستی. نمی ارزد. شب خوش. شب بخیر. دوملوزیو لبه باز دوباره به یگانجا گم نشوید؟ نه، به خبر به یگانجا نمی روم. خواطر نباشه، از همه دور تو طهارت خانه یا مسجد می روم. تمام. تو اونجا باشد اونقدر دور نبوده است. خیر، شب خوش. شوخی و شوخی توانستمش. قنات زن کلاس. خواب کن شوکت، خواب مثل فرشته ها خواب است. استاد هجری؟ استاد هجری؟ استاد هجری تو دانی و خدا یک بار سوال نداده صبح بخیر بگو آخر. صبح بخیر استاد، من سوال دادنی نبودم. یا خدا، سوال نمیدادی؟ خدا پدر و مادر زنده‌ات رو رحمت کن. استغفرالله استاد، خدا از شما راضی باشه. مقصدت رو گپ زن. استاد با مسجد تفتیش آمدن، شما رو پرسیدن چی گفتن، من رو ندانستیم. برای تفتیش؟ چی تفتیش بوده است؟ استاد این خیلی تفتیش ها رو یک یک میگذرونن. آخرین بار کی اومده بودن؟ تقریبا استاد 6 ماه پیش اومده بودن. 6 ماه؟ فهمو هجری رفتیم. استاد ها استاد سوال نداشتم، لیکن حاضر به سرم سوال آمد. آخر آمد. استاد مثلا شیطان در یک ثانیه دنیا را 7 مرتبه دور میزده است. او اینقدر تیز بوده است، پس ما از او چه خیلی گریختن میتوانیم؟ نویس، ما از شیطان هرگز نمیگریزیم. تو کنفو مشق کن، بعد شیطان از تو میگریزد. رحمت استاد، از شیطان نترس و کنفو مشق کن و بعد شیطان از تو میگریزد. هر آدمی که کنفو مشق کند او از شیطان نه، شیطان از او میگریزد. استاد 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 مرا فراموش کرده. آقای خلیل، این دامولا کجا شد؟ با چند قدر شد ما رو انتظاری بکشیم؟ ایرج حاضر می آید. آنا نامش گیر و گوشش کش. سلام علیکم. خوش آمدید دومولا. با مسجد به تفتیش آمدگی مفتش شماید محترم؟ نه دامولا، من سرتراش محله یا شخصی که از مفتیات برای تفتیش آمده بود پدرش گذشته است. زنگ زدن عاجلا به همونجا رفت. شکر خدا. خدا رحمت کنه. خدا رحمتش کنه. دومولا یک امر معروف میکرده. باز امر معروف؟ استاد ما تشنه سخنهای شما هستیم. دومولا آخران مراجبه که امر معروف کرد از یادمانه میرود. مرحمت برایتون. استاد بعد از شما. هجری تابوت خانه جورخون آورد. بله آقای خلیل، در انبارخانه است. برادر،
این چی مسجدی بود که من در اینجا دیدم؟ امر معروف گویا که امر معروف کردن اینقدر آسان باشد. حتی امامشون رو نمیدونم که است. خدا مرا رو بخشد. بله محترم جماعت، اگر شیرینی امر معروف پیشتر در خاطرتان باشد، امروز هم خیال شما رو با امر معروف شیرین میکنم. کنی باز ببینیم در قسمتتان چی هست. محترم جماعت، موضوع امروزه رو با خوندن یک شعر آغاز میکنیم. اکنون با دقت گوش میکنیم. اولین کلمه که مادرم به من نشان داد الله بود. خداوند تعالی به من از همه دیده نزدیکتر است. قیامت پیش روی شما و مرگ در پشت سر شما را میراند. شما سبکبار شوید تا اینکه به آسانی برسید. همانا آنهایی که رفتن در انتظار رسیدن شمایند. جوان مردی که جوانیش را در اطاعت خدا صرف میکند او را خداوند به نهایت دوست می‌دارد. نیرومند کسی است که بر هوای نفسش پیروز گردد. ای فرزند آدم، تو خواهی مرد سپس محشور میشوی و در پیشگاه خدا برای سوال کردن دعوت اگر انسان اجل و پایان کارش را میدید با آرزو و فریب آن دشمنی میکرد. اسلام انسان را تنها به نکویی دعوت میکند. پیامبر درود خدا بر او و با آلش رنج بی اندازه کشید تا انسان را از جاهلی و از سرگردانی رها ببخشد. پیامبر درود خدا بر او همچنین فرمودند با مردم آنگونه رفتار کن که اگر زنده باشی با مهر و اشتیاق به نزدت بیایند، اگر مردی برایت اشک بریزند. خداوندا به درگاهت بنالم، همیشه هستی تو آگاه ز حالم. خداوندا گناهانم ببخشا که من یک بنده آشفته حالم. بله محترم جماعت، امر معروف امروزمون رو در همین جا خاتمه میبخشیم. خدا از شما راضی باشد دوستو. زورا جان راحت باش. نیکو را به یگان مشکلی گذراندیم. اکنون توی مانده است.
ай бобояд чӣ тавр хурсанд шуд. вай боз зиёдтар ба зиндагӣ дил баст. бале бобоям бисёр хушбахт шуд. дилам ба домулозиё месазад селин. ба ҷои тӯи ҳақиқӣ умрашро барои ман шуда сарф карда истодааст, мисли ки зиндагӣ бозӣ бошад. вай ба одамон ёрӣ расонданро дӯст медорад, яъне мусулмони ҳақиқӣ будааст. фикрҳои онҳо аз мо бисёр фарқ мекунанд. нахуд азизакам, ту аз куҷо медонӣ? албатта ҳамин хел. агар ин хел намебуд ба ин кор розӣ намешуд. барои ёрӣ додан сохта шудааст, яъне барои савоб гирифтан. ба худо агар ба ҷои ӯ мешудам, ба ин кор розӣ намешудам. асло ба ин бозӣ дохил намешудам. худоро шукр ки ту ба ҷои зиён нестӣ. агар ту ба ҷои вай мебудӣ, то ҳол домодӣ сохта мекуфтем. зуҳро ҷон, ин хелашро намёбӣ, бовар кун. бале ман монанди ӯ нестам. домулозиё саховатмандӣ ва ростқавлиро дӯст медорад. медонӣ ки чашми ҳама ба сӯи ту аст. медонам селин ҷон, ҳар дафъа инро ба ман гуфтан лозим нест. ҳар чӣ кор кунам ба чашмонам ҳеҷ бовар намекунам. яъне мақсадам бо диққат будани ту аст. ба ҳамин маъно. селин ҷон, инро медонам. ин бозиро бояд фош накунем. бояд то охир ин сирро фош накунем. маро зуҳро мегӯяд ва ман бояд бобоям, апам ва тамоми маҳалларо бо дӯст доштани зиё бовар кунонам. ҳама бояд гумон кунанд ки ман зиёро хеле дӯст медорам. ана ҳамин хел зуҳро. олӣ. ба худо ки худоё, ҳама чизро вайрон кард. мо ин одамро намешиносем. ҳатто намедонем ки кӣ ҳаст. инсони хуб аст, дӯст аст, роҳзан аст, беақл аст. худоё. янга, бас аст аз тоб хӯрданат сарамро дард гирифт. маро ақлам намегирад. қадар хозгорҳоро рад кард. чӣ хел ба ин домуло ошиқ шуда? ҳале ҷон, одам ҷои равғаниро ёфтааст. кӣ медонад ки ӯ зуҳроро чӣ хел фиреб кард? намефаҳмам чӣ хел амаки акрам ӯро ба худаш наздик шудан иҷозат додааст. ба фикри ман дар охир мефаҳмад ки ин домуло дӯстдоштааш нест ва ӯро меронад. азизам, ту ҳам бисёр содаӣ. кай мефаҳмида бошад охир ҳале ҷон. дишаб ангуштаринҳои падару модаратро бароварда ба ангуштҳои зуҳро ва домуло андохт. инаш майлаш. чаро дар тӯи ту он ангуштаринҳоро наандохтанд? ту ягон бор напурсидӣ? не, чунки зуҳро ба бобояш наздиктар аст ва ҳоло мебинӣ шавҳараш ҳам аз ту дида наздиктар мешавад. фақат ӯ налро пас мезад, аммо зиёро таъриф мекард. бобояд ҳамин меросашро ба домуло мегузорад. ту чӣ сафсата мегӯӣ, янга? ман дар фикри хушбахтии хоҳараму ту боши чиҳо мегӯӣ? ту аҷаб фикрҳое доштаи ба ту тан додам. албатта инҳо ҳамаашон соданд. дар бораи калтакелас дар ин ҷо ҳақиқатан чӣ гапи дигаре ҳаст? гумонатон 100% дуруст аст сардорам. ман ҳама ҳаминро фикр дорам. ту девона ҳастӣ? бигӯ, ту девона ҳастӣ? зуд дар ҳуҷраи корам пайдо мешавӣ. сардорам, ман инҷо омадам ки ин масъаларо бо шумо дукаса тезтар ҳал кунем. ҳозир як шапоте мезанам, ақлатро гум мекунӣ. ба ман ақл нишон медодааст. ту аввал фикр кунӣ, роҳ ёдгир абла. ассалому алайкум. ҷасади калтакелосро ёфтед? ёфтем ё наёфтем? ба ту чӣ? ту кӣ ҳастӣ ки дастак зада ба ин ҷо медароӣ? чӣ хел гап, комиссар? мо оё бегона ҳастем? чӣ хеле набошад ҳардуямон як одамро ҷустуҷӯ дорем? калтакелас мурд гуфта дӯстиамонро кандед? майлаш, ба ман ҷасади ӯро нишон диҳед, комиссар. ту кӣ ҳастӣ ки ҷасади ӯро ба ту нишон медодаем? худатро ҳурмат кун, баро аз ин ҷо. бинед, комиссар, ӯ одам ба сарам паронда буд, ба сарам. лутфан маро бифаҳмед. он ҷасадро ба ман нишон диҳед. охир ҷасади калтакеласро бини ҳеҷ чиз иваз намешавад, чунки рӯи он ҷасад бисёр ҳам фарсуда шудааст, яъне шинохтанаш намешавад. ҳатто ягон ҷой ободаш намондааст. сардорам, келас як ҷура дошт ку номаш Шавкат. агар мо Шавкатро ба ин ҷо биёрем, шояд ӯ ба мо дар ин бора маълумот дода тавонад. тир шакида гузашт.
از پیشونیتون. تو کی هستی ها؟ ها؟ خودت رو حرمت کن، برو از اینجا. شکیده گذاشته. دیوانه، با سرم بلا شدی. با زوریش رو بین. بوی جور رو. شوکت خیز ساعت 1 شد. صبح بخیر برادر. چی خیل صبح خیز. میخیزم. خوراکتان رو به جایگاهتون بیارم رئیس یا در بیرون میخورید؟ به خدا برادر این خیل چیزها رو در کینو میدیدم. همیشه آرزو میکردم که در زندگی ببینم. حاضر من به تو آرزو کردن رو نشون میدیم. سحر تا بیگاه عمری عزیزت رو در خواب میگذرانی. زود برخیز. ما نشان خیستم برادر. یا پیرم، 1-2 روز میشود که خواب میبینم. چی خواب؟ وضعیت همون طور بست. باید زودتر از اینجا گریخته رویم. سفسطگویی رو بس کن شوکت. ما با کجا میرویم؟ کلاس تو مگر نمیفهمی که کمیسر رونال یزنجان زهرا بوده است؟ آخر 1 بار میگریزی، 2 بار میگریزی، عاقبت به دست میافتی برادر. با خدا با غیر از گریختن دیگر راه نداریم شوکت جون. اما با زهرا فاتحه کردیم. دیوانه، من این دختر رو چیکار کنم آخه؟ دختر رو در نیمی راه پرتافته روم؟ تمام برادر. کمیسر رونال رو چیکار میکنی؟ یگان راه دیگر داری؟ او آدم تا جسدی تو رو نبیند در حیات از جستجوی تو دست نمیکشد. یگان راهش رو میابیم. کمی صبر کن. این چی هست؟ این چیه؟ تلفن در اینجا. من 3 روز شد این رو میکوبم. با خدا من هم چند روز همین رو میکوفتم. در اینجا بوده است. بجا شده است. کی باشد؟ لبای شما کی هستید؟ من هستم. من نیستم. شما کی هستید؟ در کجا؟ او مرده است. کی مرد؟ کی است؟ چیل جسد؟ شوکت؟ چی شد برادرم؟ کی مرده است؟ تو بغیر از من باز کی رو داری؟ از همه آدمی دوست داشتم. شوکت مرا دیوانه نکن. بگوی که کی مرده است؟ جسدی تو رو پیدا کرده. من اکنون به تو چیکار میکنم؟ سفسطگویی رو یک طرف گذار. چه خیل مردن در پیشت هستم که نمیبینی؟ پلیس گفت که او مرده است. مگر کارگر دولت دروغ میگوید؟ آمده جسدی برادرت رو بین گفت. کی میگوید؟ پلیس زنگ زده گفتی جسد کلتکیلس یافت شد. آمده جسدی او رو تشخیص کن. صبر کن. حاضر پلیس به تو زنگ زد؟ بله. کلتکیلس مرده است گفت؟ بله. یا خدایا، مردم. من مردم. یا خدایا، من مردم. آخر من مردم. این رو بین. فرصت به دستمون آمد شوکت. مردم. من مردم. توبه استغفرالله. جینش بیدار شد. چی برادر؟ تمام شوکت. گوش کن برادر. در حال رفته جسد رو عوض میکنیم. علش وقتی که جسد رو دیدی گویی که بله این کلتکیلس است. مجبورن گریه کن. خودت رو به زمین زن تا که باور کنن. چی کار میکنی بکن. در اینجا نه دیوانه. در اونجا گریه کن. رپتیسیون دارم. مزیبا. تمام. لیکن برادر یک مشکلی دارم. از مرده بسیار میترسم. مرده حشرات رو دیدن نمیتوانم. جسدی فرسوده تو رو چه نگاه میکنم؟ یا توبه شوکت. یا خدایا، مجبور میشوی که نگاه کنی. تو این کار رو نکنی یا از طرف کمیسر رونال دستگیر میشوم یا کنعان دیوانه مرا یافته با اون دنیا میفرستد. فهمیدی مرا؟ با اونجا رفته. این کلتکیلس گویم کمیسر رونال باور میکنه؟ برادر اگر باور نمیکردن تو رو با اونجا دعوت نمیکردن. تو رفته تشخیص کن. اون طرفش رو با من گذار. چی خیل؟
جسد رو میبینی. خیر چیکار کنم؟ دیگر چاره‌ای ندارم.